بندگان خدا، عمر رفت، هر روزی که میگذرد رشته از قصر عمر ما کم شده ایستاده، اما صحیفه اعمال خدا پر از گناه سیاه کرده. نزدیک آمد وقتی جدا شدن از این دنیای کشاد و رفتن به خانه تنگی قبر نزدیک شد. اتظنون ان زمانكم الماضی یعود؟ آیا گمان میکنی باز روزهای گذشته عمری تو باز می آید؟ آیا گمان میکنی که ایام جوانی بازگشت می آید؟ ام تتيقنون ان لا رجوع الى الله ولا ورود؟ یا که باور داری به پروردگار خود رو فرو نمیشوی؟ بعد از وفات کردن خاک شدن نابود میشوی، زنده شدن نیست؟ برای این بی‌پروا گناه میکنی؟ هیهات هیهات کلا والله لتموتن ثم لتبعثن ثم لتسألن عن القيام والركوع والسجود. هیهات، این خیال خام است. قسم به خدا که روز با مرگ از این عالم میروی و بعد از چند زمانه در روز قیامت در پیشگاه پروردگار خود زنده بشوی و برای هر کاری که در این دنیا کردی خواه خوب و خواه بد مکافات میگیری، جزا میگیری. و ما من خطوة خطختونها إلا وعليها وعليكم بها شهید. قسم بخدا هر قدمی که در این عالم میزنی روز قیامت بر بالای تو خودی قدمات شاهدی میدهد، خودی دستات شاهدی میدهد، چشمات شاهدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. روز قیامت پروردگار بر زبانها مهر میزند، زبانها از گفتار عاجز می آیند و با فرمان پروردگار خود دستها به سخن می درآیند، پاها به سخن می درآیند. هر کاری که در این دنیا کردیم اونها با زبان فصیح در پیشگاه خدا شاهدی می دهند. عزیزان من، همون خدایی که یک پاره گوشت در دهان ما به سخن آورد سخن می گوید، او توانا هست که این دست پاهای ما را، این رانهای پای ما را روز قیامت به سخن درآورد. ای کسانی که زناگاری میکنید، دانید که این پایهای شما، این رانهای شما بالای شما شاهد است. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين. اللهم دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعتهم. اللهم ارم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.